صبحتون بخیر. از صبح مسابقه ساعت 2:20 است. من 3 بیدار شدم، دوش گرفتم، لباسامو پوشیدم و وقتی که بیدار شدم یه عالمه رعد و برق دیدم. پشما. لباسشون هم ببینیم، به نظر خوش رنگ میاد. باش. آره. کانسیلر میزنم، میدونم که فایده نداره. صدای رد و برق میاد، میشنوید؟ ببین اینقدر گرسنمه که خدا میدونه. وقتی که شب کربوهیدرات میخوری صبحش خیلی گرسنه‌ای. میخوام یکم موز بخورم، یکم خرما و 4 قراره لابی باشه. من شد چی؟ 3:26 دقیقه. خب بهتون بگم که علیرضا بیدار بود و ماما کیس کرد. من الان آمادم که برم. خیلی هیجان دارم و دارم میرم. کفشام ببینیم که پوشیدم. منتظرم سالیا و ماهدم بیان که بریم. خب ما داریم میریم. هوا عالیه واقعا، سرد نیست، بارون هم نیست. دوست داشتی ماهده؟ تا اینجاش که آره یعنی؟ کیلومتر 5 کیلومتر 10. کیلومتر 14.70. خیلی سخته، تهشو نمیبینم. خدایا. تموم شد. من اومدم اینور، خیلی اونجا شلوغ بود. مدالمو ببینین چقدر دوربینم کثیفه. خیلی حس خوبی بود، بهتر از اون که یه نفر منتظرم بود، ماهده. خدای من با برنامه‌شو تموم کردم بدون اینکه وایسم تموم کردم. مرسی مربی.
باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه که تموم شد. خیلی خوشحالم. اینقدر سخت بود. ببین اصلا نمیدونم هوا گرم بود، یه مشکلی بود. من خیلی کم. بچه‌ها این خانم دونده است، 4 ساله داره میدونه. شما ندوین، این اشتباه کرد، شما این اشتباه نکنید. این پشت دویده راحت. اصلا چه رشته یه که ما انتخاب کردیم؟ اگه همکاریاشون که میان اسمشون رو میگن و تشویقشون میکنن. خیلی تحصیلی اینجا هم خط شروع هست، پایان 42 هم هست. هر کسی که نزدیک میشه رو تشویق میکنن. یکم استراحت کردم، رفتم ماساژ و شب و یه جا رزرو کردم. بچه ها قراره بریم، میخوام یه ذره به خودم برسم و اینا. واقعا یکم بخوام از تجربه دویدنم و طول مسیر بگم، باید اینو بهتون بگم که واقعا دویدن یعنی جنگیدن با مغزت، جنگیدن با همه اون حسایی که تو لحظه تو برات به وجود میاد. من تو کل مسیر فقط به این فکر میکردم که اول خیلی سخته که تنها بدوی، یعنی دوستی رفیقی نباشه. مغزم بهم میگفت تو نمیتونی تمامش کنی، چرا اصلا شروع کردی، ای وای پات درد گرفت، ای وای سرت درد گرفت، وای تو که تو تمرینات کیف نمیذاشتی، تو که گوشی نمیبردی، چقدر همه چیز سنگینه، چرا هیچ کس نیست و اینا. و مدام توی ذهنم داشتم با خودم کلنجار میرفتم. حالا من اول مسیر فکر میکنم تا کیلومتر 4 و 5 اصلا موزیک گوش ندادم و گفتم تا 5 کیلومتر میدوی زهرا، بعدش خب میدونستم کیلومتر 5 چک پوینت داره، گفتم هم کیلومتر 5 آب میخوری هم دیگه موزیک رو واسه پلی میکنم. یعنی هی سعی میکردم به خودم جایزه‌های کوچیک بدم. رسیدم به کیلومتر 5 آب گرفتم و موزیکم پلی کردم و شروع کردم ادامه دادن و واقعا موزیک خیلی بهم کمک کرد، هی منو جلو مینداخت. بعد من شب قبلش برنامه‌ام از مربیم گرفته بودم و بهم گفته بود با چه پیسی شروع کنم و چه جوری جلو برم و تا کجا و اینا، و بهم تاکید کرد که زهرا میخوام این سری نان استاپ بدوی، یعنی اصلا وای نستی و کلا 15 تا رو بری و سعیتو بکن و اینا. و من همش از کیلومتر 5 به این فکر میکردم که تو باید اینو تموم کنی نان استاپ، اصلا مهم نیست با چه پیسی، فقط باید نان استاپ اینو تموم کنی که مربیت ازت راضی باشه. دیگه رفتم جلو و کیلومتر 10 هم رسیدم و حالا من پاورجل برده بودم و پاورجل هم خوردم و خیلی اونا هم کمک کرد. اگر شما تا حالا تست نکردین، من اولین بار بود تست میکردم، واقعا تاثیر داشت حداقل رو من و خیلی خوب بود، خیلی بهم کمک کرد. بعد که اومدم جلو دیگه کیلومتر 10 رو رد کردم، دیگه اینجا مغزم میگفت که حالا که چی؟ حالا چرا میخوای بدوی؟ و واقعا بهتون میگم اونجا سخت بود.
بعد هی واسه خودم اینا رو کوچیک میکردم، میگفتم حالا چیزی نمونده که 2 تا 2.5. هی به خودم میگفتم چیزی نمونده و اصلا سعی میکردم ساعتم رو نگاه نکنم، پیسم رو نبینم، ضربانم رو نبینم که بیشتر از این خودم اذیت نکنم. من چون ماساژ رزرو کرده بودم برای بعد از مسابقه، همش میگفتم که آفرین، تو برو، تو تمامش بکن، بعدش قرار ماساژ بگیری، به ماساژش بکن، اگر تمامش نکنی این جایزه دیگه برات معنی نداره. رسیدم به کیلومتر 15 و دیدم خط پایان خیلی از من دوره، ولی اون 500 تایی که اضافه بر 15 دویدم خیلی به خودم انگیزه دادم، انرژی دادم که این 500 تا رو ادامه بده و وای نسا. درسته 15 تا رو که زدم میتونستم پاز کنم و تموم بشه ماراتونم، البته این 7 ماراتونم نبود، ولی درسته که مسابقه برام تموم میشد، ولی دلم میخواست که حتی این مقداری هم که مونده رو برم و تمومش کنم و خیلی حس خوبی داشت که اون لحظه مائده رو دیدم. همین که گفت زهرا و من برگشتم نگاش کردم، برام خیلی حس خوبی داشت دیگه. به خودم آفرین رو گفتم و مدال گرفتم و تمام. واقعا اگر تجربه دویدن ندارین، حداقل 1 بار 1 ماه به خودتون این فرصت رو بدین و با یه مربی خوب شروع کنین و از توی جمع بودنه و از شروع یه مسیر جدید نترسین. تاش دوستش ندارین، ادامش نمیدین. تموم شد و من فینیش کردم. سخت بود. کلا من دویدن برام خیلی چالش بدنیش عجیب غریب و سخت نیست، چالش ذهنیش برام سخته که تو هر 1 کیلومتری که اضافه میدویی، هر 1 کیلومتری که با پیس بهتر میدویی، در واقع داری یه چالش بزرگی با ذهنت رو حل میکنی که دیدی من تونستم، دیدی شد. و واقعا اون جایی که ذهنت میگه نمیتونی و نمیشه و باور میکنی که نمیشه، دروغ محضه. میشه. من یه روزی فکر نمیکردم بتونم 2 کیلومتر بدوم و الان 15 کیلومتر دویدم. اون روزی که 2 کیلومتر میدویدم ذهنم میگفت تو 3 تا رو عمرن بتونی، دیگه بسه، دیگه وایسا حالا تا تمرین بعدیت. ولی شد و خیلی برش خوشحالم. خب دیگه نطق بسه، برم که صورتم بشورم، میخوام ماسک بذارم. من این برند از این ماسکا رو نمیدونم چیه، همینطوری رفتم توی فروشگاه و گرفتم و نمیدونم چیه، چه برندیه و اصلا خوب باشه یا نه، ولی خانومه گفت که خوبه و بزن. من صورتم با این فومه میشورم، فوم پوست چربه، زینک داره و به پوست من خیلی میزن. خب این ماسک رو من بذارم. راستش من خیلی از این ماسکای ورقی استفاده نکردم و تا الان هر ماسک استفاده کردم مدلای خاک رس بوده که من مثلا هفته 1 بار، 10 روز 1 بار میزنم. خیلی هم اونو نتیجهشو خوب میبینم. آبرسانی که همیشه استفاده میکنم این بلکبریه که عزیز دلمه، خیلی 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 ازش راضیم. آخراشم هست دیگه. از این آبرسانایی که مدام شارژش میکنم. کلا توی آرایشایی که من میکنم قرار نیست چیز جدیدی ببینیم، چون من یا ضد آفتاب، آبرسان ضد آفتاب میزنم، یا آرایشم بخوام بکنم زیاد از این CC کرمه میزنم. همیشه هم رنگ تیره رو من زدم. برم سراغ ادامه که ذره باید صبر کنم که این خشک بشه، یه ذره باید صبر کنم که آبرسان خشک بشه روی صورتم، بعد ادامه بدم. بازم
همین ضد آفتابم رو میزنم. ببینین این اسپیفش هم 90 پارابن و اویل هم نداره، بیرنگ دیگه. این هم داره میمیره آخرشه. ضد آفتاب زیر چشم اینو میزنم که بتونم نشون دادم. من خیلی وقت دارم میزنم. میبینی چقدر شد. یک کانسیلرم همینه، شماره 303 تیره ترین رنگش رو من میزنم. و هیچ براشی و این بلندر رو من نیوردم و ندارم و با دست ساده ترین این حجم دهنده استفاده میکنم. این چیز روش پاک شده. من کلا ریمل و این چیزا که خیلی کم استفاده میکنم، ولی بخوام بزنم یه چیزی میزنم که راحت پاک بشه. خیلی برام مهمه. اصلا چیزهای محصولات ضد آب من نمیزنم. ما شب اومدیم اینجا هوکپیس که شام بخوریم. چقدر اینجا نازم. من یکم استراحت کردم. الان داریم میریم یه ناهاری بخوریم. بیاین که ببرمتون. یه ذره محیط رو ببینید. این هتلمون چقدر اینجا خوشگله. نتیجه های ماراتون هم اعلام شد همون دیروز. چقدر همه ترکونده بودن، یعنی اونا که اول دوم سوم شده بودن. خیلی باحال بود. من برام خیلی هیجان انگیز بود. مثلا نفر اول 42 کیلومتر دخترها، خیلی باحال بود. با یه پیست خیلی خفنی رفته بود. واقعا خیلی لذت بخشه که تو یه چیزی رو پیدا کنی که توش مدام تشویق بشی و تلاش کنی و حرفه‌ای بشی. به نظرم اون چیزی که تو یه ذره ادامه میدی و تمرین میکنی، کلاس میری و مدام تشویقت میکنم، میگن آفرین چه خوب تونستی، آفرین چه خوب که چه خوب تونستی، چه خوب تمرین کردی، چه خوب فلان کردی و بیا اون موضوع تشویقت میکنن. چیزیه که قطعا توش میمونی و ادامه میدی. به نظرم دویدنم برای خیلی اینطوری. حالا برای من که واقعا یه چالشیه که هی با خودم جنگ دارم، دعوا دارم، ولی واسه بعضیا نظرم این موضوع است که یه چیزی، یه جایی رو تو زندگیشون پیدا کردن که توش خیلی خوبن، تشویق میشن، دیده میشن و ارزششو داره. تو هر چقدر واسش هزینه کنی، تلاش کنی. جمعه ها با نشاطو که داشتیم گوش میدادیم همینو میگفت که آدما از دیده شدن خوششون میاد. ما اگه دیده نشیم میمیریم. واقعا همینطوریه. تو یه کار کوچیکی انجام بدی و دیده بشی خیلی جذابه. حالا چی بهتر از این که مثلا یه ورزشی باشه و توش مدال بیاری، مقام بیاری یا هر روز بهتر و بهتر بشی. ما اینقدر از وایب و سرویس دهی و غذای رستوران چیل خوشم اومد، دوباره اومدیم اینجا.
بعد ببین همه چیز با مزه و دریاییه، نگاه کن. حتی این نمکدوناشون هم وایب دریایی میده. بهتون گفتم همه چیز وایب دریایی میده. ببین ظرفاشون هم خیلی ناز و اصلن. من اومدم از لاین ورزشیش خرید کردم که اسمش دشن استار بود. لاین ورزشیش خیلی نرم بود، من خیلی خوشم اومد و دیدیم خرید کردم. حالا برم استفاده کنم، انشالله که خوب باشه. ما یات گرفتیم، میخوایم بریم یات و الان هم داریم میریم قهوه. خیلی اینجا قشنگه، فقط هوا گرمه. بچه های گروه محمدینا رفتن والنسیا و شرکت کردن. والنسیا ایتالیا هستی. ببین چقدر باحاله، میتونن لایو ببینن که هر اینا همه بچه‌ها دارن میدونن، بچه گروهمون مربیشه. یکیشو اینا مربی. او ماشاءالله. مربی سون. مربیش بودو. اگه پیام ما رو گرفتی. ماشاءالله چقدر باحال. این امیده. ببین ما از یات برگشتیم، اومدیم هتل و واقعا حالمون بده. هممونم حالمون بد بود. حالت هوا گرم ولی خیلی خوش گذشت. ما اومدیم جی برگر و وایبش خیلی باحاله. حالا اگر اومدین حتما یه سر اینجا بیاین. جی کلاب. سفرمون تموم شد، داریم میریم میکامالی دور بزنیم و بریم خونه هامون. داریم برمیگردیم. من عجیب سردرد دارم، حالا انشالله که صدام بیاد و خیلی جالب بود. داشتم بهتون میگفتم کلی آدم جدید دیدم تو کیش، انگار کل اینستاگرام کیش بودن و خیلی برام جالب بود که میدیدمش.